عبدالله خوجاєв بوستانشناس باقیمانده‌های مناره اصلی قلعه عصر میانگی هولبوگ را احتیاطکارانه از نظر می‌گذراند. اطراف خشت‌های مناره را از لای و خاک‌توده‌ها تازه می‌کند. اشیا و آن چیزی که می‌یابد با مانند این سفالپاره آن را جمع می‌آورد. او می‌گوید که این بازیافت قیمت است. در چقوری 1.5 متر کارمندان مؤسسه دولتی ممنوعگوی تاریخی فرهنگی مناره برجی دفاعی قصر شاهان ختم زمین رو دریافت کردند و از همین قبط معین می‌گردد که اولا قسمت پایانی مناره از پخسه دیوار ساخته شده است و بعداً قبط فرشی همین مناره پیدا می‌گردد و با واسطه گچ اندازه کرده شده است. بین این قبط یک قبط سوختور یعنی خاکستر پیدا گردید. این از اون گواهی می‌دهد که بعد ساخته شدن در اینجا آتش زده شده است و بعد از برقرارسازی این قبط دوم می شود با واسطه هم لوی و هم با واسطه خشت پخته فرش تیار کرده می شود. بعد با مراتبه دوم در اینجا قبط آتش یعنی خاکستر پیدا گردید. این از اون گواهی می دهد که مراتبه دوم هم در اینجا ساختار به عمل آمده است و بعد از بالای این با واسطه لای قبط فرشی تیار کرده شده است و از بالای اون مناره اساسی با واسطه خشت‌های پخته تیار کرده دیوار برداشته شده است و سالهای 60 هنگام ادامه کارهای ساختمانی شاهراه دوشنبه کلوب قبط بالایی همین مناره هموار کرده شده است و امروز خوشبختانه قبط 1 متره همین مناره در شکل اصلی پیدا گردید. مناره اصلی قصر شاهان ختلون قلعه هولبوگ واقع در دهه مهرآباد دهات گلستان ناحیه واسه بعد انتظاری‌های زیاد در شفت قلعه هولبوگ و شاهراه ماشینگرد پیدا گردید. این حادثه چنین روی داد ساختمانچیان برای گذراندن خط آب نوشاکی چقری کندند. هنگام کارهای ساختمانی در این خطه آنها خشپاره‌ها و انشاءات دورشکل را پیدا کردند. از این بازیافت ساختمانچیان برابریت ممنوعگوی تاریخی هولبوگ عبدالله خوجاєв خبر دادند. عبدالله بعد شنیدن این خبر به اینجا آمد. در این خصوص معلومات‌های علمی تصدیق شده بودند، اما برای پیدا نمودن مناره اصلی بارها کوشش‌ها بی‌نتیجه انجام یافته بودند و نهایت مناره پیدا شد. بالاتر از مناره همچنین یکی از 4 دیوار مدافعوی قلعه را نیز پیدا نمودند. اینجا ادامه انشاءات حمام قلعه هولبوگ بوده. فرشیان گواهی از آن می‌دهد که با همین ترتیب تا قلعه رفته رسیده است. عبدالله خوجاєв گفت که این بازیافت‌ها کشفیات‌های نو صفحه تازه در آموزش تاریخ قلعه تاریخی هولبوگ قید خواهد گردید. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.